میدونستی همه این ضرب المثلایی که ما استفاده میکنیم مثلا از یه شعر معروف گرفته شده یا مثلا یه شوخی میکنم. نه جدی میگم. مثلا من الان یه مصرع رو میگم، توی میتونی حدس بزنی مصرع بعدش کدوم ضرب المثل معروفه. میگه که زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. مصرع بعدش الان ضرب المثل معروف است. من فکر میکنی خوبی؟ این به کانسپتش باید فکر کنی. تو از عشق زلیخا به یوسف چه میدانی مثلا؟ فهمیدی چی گفتم؟ میگم زلیخا خودش یه کاری کرد که یوسف دیدی یوسف رو میشناسی حضرت یوسف دیدی سریالشو؟ همونایی که تو داری میگی. خودش زلیخا یه کاری کرد که یوسف افتاد زندان. چرا آبل کند کاری که باز آباد پشیمون؟ نه یکی دیگه. خب صبر کن نمیخواد دیگه با بچه رو بازی کنیم. باش. خب الان نه صبر کن یه سلامی یه علیکی یه چیزی. چجوری مثلا سلام؟ پر انرژی سلام، مثلا سلامی چو بوی گل آشنایی، سلامی چو گل‌های دشت‌های باغبانی شده، مثلا سلامی چو جوی روان عسل، سلامی چو شیرینی قند و شکر مثلا. من میگم سلام نکن. سلام چیه؟ سلام علیک. سلام چه علیکی بریم بازی. مجازات داریم. ببین من 5 تا از اینا رو خب از تو میپرسم، مثلا این کلم پرسیدم. من یه مصرعشو میگم، مصرع بعدیشون ضرب المثل معروف است. خب حالا تو باید از معنی اون مصرع یا حالا قافیه‌اش حدس بزنی که مثلا کدوم ضرب المثل معروفه. اوکی. 5 تا ازت میپرسم، تو هم 5 تا از من بپرس. اوکی؟ باش. هر بار که یکیمون یه دونه رو نمیتونه بگه به صورت رندوم یکی از این 5 تا مجازات رو برمی‌داره، بعد میخونه و اونو باید اجرا بکنه. من یه دونه دیگه به عنوان مثال میگم، بعد بریم دیگه سوال. باش. مثلا با سیاه دل چه سود گفتن بعض؟ که کسی که نمیفهمه تو نرود میخواهن این در سنگ سوراخی که یا جسمایی. خب نگاه نکن. شما کاری نداره. خیلی آسونه. خب اولیش ضرب المثل باشه دیگه. مصرع اول ضرب المثله، مصرع دومو من برات میخونم. آها باش. تو ابرو من اشارت‌های ابرو. تو میبینی؟ تو مو میبینی و من چشمو تو ابرو. میگه در تنگنای حیرتم، در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب. همش یه مصرع بود؟ بله. یه بار دیگه بگو. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب. تو همون مفهومه؟ جا؟ تو همون مفهومه؟ عقده بازی‌ها چیه؟ اینا رو ول کن. آره تو هم مفهومه. تو ضعیفی. یه هینت بهت میدم از حافظه. یعنی قافیه داره؟ خیر متاسفانه وسط شعر و قافیه نداره. قافیه هم نداره؟ نه. ولی داره میگه که مثلا ای توف تو این زندگی که اینم واسه ما آدم شد و دستمون رو پیش کی دراز بکنیم مثلا یعنی همینم مونده بود که برم این مثلا کمکم بکنه. نمیشنوم. نه متاسفانه اینی که گفتی نبود. چون خیلی رعوفم اولش میگه یارب مباد، یارب مباد که گدا معتبر شود، که گدا معتبر شود، ز خدا بی خبر شود. نمیخواد بگی دیگه که پایه قفالیم برو یه دونه برداشتی نه قافیه داره نه هیچ. باید کمکت این بود که از حافظ ضرب المثلش معروف بود. اصلا یادم میومد. خیلی کمک پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست؟
سوالت اینه که قافیه داره باید بگم نداره. تو رودکی زمانی. پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست؟ زبان مثلا معروفه یعنی آشنا. بله. اگه دوست داری کمکت کنم بگم که زرگر اصفهانی همچین شعری و سروده. میگه پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست. اینجا شاعر حرف لام رو واژه‌آرایی گرفته. اون مثلا یه جای دیگه است. اینم خیلی سخت نیست. بسیار بدی کردی و یک بار نگفتم. اینه؟ بسیار سب کن. بسیار بسیار بدی کردی و دیدی ثمر. بدبخت چون که برم شما درست کنم. یک کلمه شو میگم مثلا. کلمه بگم آنجا. این چه کلمه رنجامیه؟ اولش آنجا. اولش آنجا. اوه من اینو نمیتونم بگم. موجو بگی. ضرب المثله یا شعر معروفه. ببین زرگر اسپانیایی داری ناراحت. آنجا چه بدی داشت که یک بار نگفتی؟ آن ره که تو میروی به ترکستان است. آنجا که تو میروی نمیدونم. پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست؟ بشه که خیلی چه سوالی؟ دیگه همه میدونن. آنجا که عیان است چه حاجت؟ آنجا که عیان است که آن حرف که بیان است. آن چیز ببخشید. نه اصلا آن چیز هم نیست. میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. برو بابا ما هم ضرب مثلی داریم. تو میدونی از زرگر اصفهانی. آنجا که عیان است. آقا آنجا که عیان. آقا من نمیفهمم. آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. شعر اینه در گذر زمان. بابا عشق کنم. شعر رو بره محسن. زرگر اصفهانی الان به دیسلایک. اتو دستو به حالت کف اتو از اینجا مثل موقعی که میخواین اینجوری مست بکشین یه کاری میخواین بکنین اینجوری اینجاتون رو قشنگ برگرد میذارید اینجا قشنگ از نقطه روحیشمون عرق کردید اصلا نیست. یه گوسفند رو میخوام بکشن قبلش آب میدن. وقتی که دست رو گذاشتید سریع انجامش بده. من بچه ها توضیح ندم. با تمام قدرت و سعی میکنید استکاک رو به حد دماغم همینجوریش خوزه. سعی میکنید استکاک رو به حد اعلا برسونید. بیشترین سطح استکاکی که میتونید رو تولید میکنید. محکم میکشین. محکم میکشین. همینجوری یعنی تو باز کردی وسطش. این چی بود دست داغ شد؟ حقته. در جهان پیل مست بسیار است. این مصرع دومش زبان مثلا خیلی دست بالای دست بسیار است. خفه شو. چجوری؟ دیدی؟ تو دیدی؟ تو قبلا دیده بودی؟ شاعر می‌فرمایند صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. بسیار سفر باید تا پخته شود خام. البته من تو حالا تو بودی دیدی چجوری داری؟ ببین من چقدر متواضعم. ببین من کی بودم که با تو من بر متانت یعنی با متانت و سکوت اینو گذروندم. میگه به پیری رسیدم در این کهنه دیر. بعد از وایسا بعد اینو اول فاز شعرشو بردم. در ناامیدی بس اون نه یه شعر نه. یه بار دیگه بگو. به پیری رسیدم در این کهنه دیر. ضرب المثله. قافیه داره؟ بله قافیه هم برات گذاشتم. ببین دیگه برو صفا کن. قرابت معنایی هم داره با این مصرعش.
یعنی ربطی داره. قرابت از قرب و نزدیکی میاد. رسیدم در این خونه عجم زنده کردم بدید. آفرین. اگر منو مجبور نمی‌کرد که اتو کشیده شروع سازم عمرم. من یک کلمه‌شو به تو گفتم. آخه بگم خیلی تابو بگم. خب مفهومشو به هم بگو. نه کلمه رو میگم. کلمه میگه جوانی. اولش میگه. آره. اصلا من سرماسری بلد نیستم که با جوانی شروع شه. مشکل خودت. تو خیلی معروفه. خیلی معروفه. جوانی و جویای نام. آفرین خودشه. نمیدونم. جوانی کجایی که یادش بخیر. خیلی تو گفتی جوانی. از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. باشه. یادت باشه. عقده‌ای. آره یارم بیا. دارم بیا. ظرف شستن. ایشون موظف وظیفه‌ای که من هر روز و هر شب انجام میدادم، یعنی ظرف شستن و امشب ظرفای نهار یک استثنا بود. امشب باید ظرفا رو بشوره. ظرفای شام دیشب هم بالاخره خوب اینجا من نمیفهمم. رفتی و فراموش شد آن عهد و قسم. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ آره؟ این کمک میکنی؟ قبلیو بهت کمک کردم. هر جداگانه کمک داده. با از شروع میشه. الان من از آخه قرابت معنایی هم داره. قرابت از قرب میاد، یعنی نزدیکی. رفتی و فراموش شدم عهد و قسم. از کوزه همون برون در آمد که در روز بلکه یکم سرعت از نامده برو از نامده و گذشته بنیاد نکن. از دی که گذشتیش از او یاد نکن. این ادامه همونی قبلی بود که خوندی. از دست برم، از دیده برم پناه کرد، از دل برم از پناه کرد دیده برم. من رودکی قرنم. این مال دوست بزرگوارم جناب آقای سعدیه. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم. بذار یه جوری بگم که بتونی بگی، چون واقعا ضرر نامردیه. این ضرر مسئله نیست که ما بگیم. عمرها در پی مقصود به جان میگردیم. گفتی قافیه داره؟ آره. این خیلی واضح شد. واضحه؟ اگه شما میدونید در اون بنویسیم. چون مسئولی گفتم. که هیچ باش میتونی. آفرین. فرض کن یه نفر داره میره از سر چشمه آب بیاره. اسکل بابا نمیخواد بری آب بیاری. همینجا مثلا برو از سوپری بگیر. سوپری هم آب داره. ما گرد جهان میگردیم. دوست در منزل و ما گرد جهان میگردیم. نزدیک بود چون فهمیدی کدومه قبول میکنم. شعرش در اصل اینه، میگه البته خود شما از من قبول نکردی. از اینجا از جا شروع میشه بود آنجا. چی میگی بگو بابا میگه عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم. دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. من نقل زبونمه. من با ایتالیایی که صحبت میکنم یکی از ضرب المثل ها و جملاتی که بسیار به کار میبرم اینه. همشون یاد گرفتم. تو اسکولی بود ایتالیایی فارسی چاو صحبت اون یکی میگه یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. این واقعیته. دوست شما آقای سعدی میفرمایند که امیدوار بود آدمی به خیر کسان. دلم براش میسوزه. چرا؟ چون این شعر رو حفظم. خب بگو. نه آخه خیلی تلاش کردی یه چیزی. نه واقعا همه مرا به خیر تو علاجی نیست.
شرم نرسم. امید نیست. رفیقمه میگم ما هم دیگه سر یه سفره بزرگ شدیم. خب آفرین. میخوای یکی دیگه بهت بگم؟ یکی دیگه چون گناه داره اینو من حفظ بودم. ببین من کیم؟ خودش اگه بود. من یکم نمیتونم بخونم چون زشته. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف ما اینا تو درسامون نداشتیم. شاید میگه ملاف. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف. میگه که با کسایی که خودشون این کارن نمیخواد لاف بزنن. پدر عشق بسوزه شما از بخت بدن. اگه نمیدونی بگو نمیدونم. یه راهنمایی بکن. خودت گفتی دقیقا. آقایی براش خوند اصلا با همون باد در غربت نه لاف در غربت و باد در بازار مسکران. اینو نمیدونی؟ بیادبیه. میگه اونز در غربت و نه لاف در غربت و اونز در بازار مسکران. چیه؟ یک کلمه رو یک کلمه میگی با خرابات نشینان ز کرامات ملاف. نمیتونم. یه هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. تو رو خدا زدنی نباش. مجسمه خنده‌دار برای دقایقی. مجسمه برای دقایقی یعنی اینکه حالا من یه تعداد دقیقه رو مشخص میکنم. پایا جان باید یک پوز خنده‌دار که به تایید من برسه رو انتخاب کنه و برای اون مدتی که من تعیین کردم همون شکلی بمونه مثل یک مجسمه. آماده ای؟ بله ناخدا. نشنیدم صداتون. بگو. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. زشت. واقعا زشت. بلدی؟ نه. چرا؟ من به تو اجازه دادم که هر چی میخواد دل تنگت بگی. بعد باید اینو نمیخوای بدونی ترسم نرسی به کعبه ترسم نرسی به کعبه اعرابی. به خدا بلد باشی پرت میکنم خودم پایین. نه نشدم قافیه داره؟ خیر. یارو یه چیزی تو طرف دیده که میگه نمیرسی به نظر من. اولشو کین که این کین ضرب المثل. بله کین چه ضرب المثلی داریم؟ کین راه که میروی به ترکستانه. باختم. باورم نمیشه باختم. باورم نمیشه تو ضرب المثل باشه باختم. من با من داری روایت می‌کنی. خیلی راه اومدم. اونایی که می‌بردیشون ببین اصلا خیلی باهات راه اومدم. اصلا چرا؟ من که اونم با اینکه حفظ بودم و گفتم یکی دیگه هم بگو. مرا به خیر تو نیازی نیست امیدی نیست شرم مرسان. اصلا مصرع اولش در تاریخ ادبیات گمه. مرسی. یه چند تا ادا دارم من ببینم کدوم دوست دارم. نه نه یه همین دارم. نه دوستان دهنت باز باشه. برم همون چیزی 2 دقیقه اصلا خانمینم بزن. بزنی که من 30 ثانیه هستم اینجوریه. تمرین کن. دهنت بازتر خداحافظ.
میخوای جدی کنی آره؟ جدی کن. بسات جان. دست کشم نخریدیم.